خدای مهربانم، با قلبی سرشار از عشق و امید سپاسگزارم که یک روز جدید را به من عطا کردی. چشمانم را که باز می کنم و نور زیبای خورشید را می بینم، هوای تازه را نفس می کشم و بدنم را احساس می کنم که زنده و پر انرژی است. چه نعمت بزرگی است که هنوز فرصت زندگی کردن، آموختن، دوست داشتن و رشد کردن را دارم. خدایا از تو سپاسگزارم برای سلامتی که به من دادی که می توانم راه بروم، ببینم، بشنوم و زندگی را تجربه کنم. خدایا از تو سپاسگزارم برای هوایی که هر لحظه آن را نفس می کشم و زندگیم را جاری می کند. خدایا از تو سپاسگزارم برای قلبی که در سینه‌ام می تپد و به من یادآوری می کند که هنوز فرصت دارم تا دنیا را زیباتر کنم. خدایا از تو سپاسگزارم برای ذهنم که می توانم با آن فکر کنم، یاد بگیرم، تصمیم بگیرم و مسیر زندگیم را بسازم. خدایا از تو سپاسگزارم برای خانواده و دوستانی که کنارم هستند و مرا با عشق و حمایتشان همراهی می کنند. خدایا از تو سپاسگزارم برای فرصت‌های جدیدی که امروز سر راهم قرار می‌گیرد و مرا به سمت اهدافم هدایت می‌کند. خدایا از تو سپاسگزارم برای درس‌هایی که از گذشته گرفتم و مرا قوی‌تر، آگاه‌تر و شجاع‌تر کردند. خدایا از تو سپاسگزارم برای آرامشی که در قلبم احساس می کنم و امیدی که در وجودم شعله‌ور است. خدایا از تو سپاسگزارم. خدایا امروز را با عشق، شادی و سپاسگزاری آغاز می کنم. ذهنم را از افکار منفی خالی می کنم و به جای آن امید و انگیزه را در خودم تقویت می کنم. می دانم که جهان آینه‌ای از افکار و احساسات من است. پس امروز فقط زیبایی، عشق و برکت را جذب می کنم. امروز با قلبی آرام و ذهنی روشن قدم برمی دارم. به خودم و توانایی‌هایم ایمان دارم. به جای ترس، اعتماد را انتخاب می کنم. به جای نگرانی، امید را برمی‌گزینم. به جای شکایت، شکرگزاری را تمرین می کنم. می دانم که در مسیر درستی قرار دارم و هر اتفاقی که در این روز رخ دهد به خیر و صلاح من است. خدای عزیزم، لطف و رحمتت را در این روز بر من جاری کن. به من قدرت بده تا در برابر چالش‌ها مقاوم باشم. به من مهربانی بده تا عشق را به دیگران هدیه دهم و به من حکمت بده تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرم. امروز را با لبخند، عشق و امید آغاز می کنم. مطمئنم که بهترین ها در راهند. ممنونم خدایا. روزتان پر از برکت و نور.